سلام. خب دقت بفرمایید، ما یه نکته خیلی مهم، خیلی پرکاربرد و خیلی پر اشتباه بچه‌ها رو میخوایم الان با هم دیگه بحث بکنیم. weather فرقش با if چی؟ اونی که weather هواست که هیچ. ما میخوایم راجع به این که بگیم چه این چه اون یا آیا صحبت بکنیم. در یه جای کوچیک خیلی با هم دیگه فرق میکنن و اون یه جای با هم دیگه قرار بررسی بکنیم. ولی اول بیا راجع به weather صحبت بکنیم. چه بخوای چه نخوای، چه بکنی چه نکنی، چه دوست داشته باشی چه دوست نداشته باشی، از weather استفاده میکنیم. if اصلا غلط. whether or not میتونه به هم بچسبه، میتونه از هم جدا باشه. چه بخوای چه نخوای. whether you like it or not, whether or not you like it, I'm going out tonight. میتونه به هم بچسبه، میتونه از هم دیگه جدا باشه. چه دوست داشته باشی چه نداشته باشی. whether you like it or not. چه بخوای چه نخوای. whether you want it or not. whether you need my help or not. چه کمکم رو لازم داشته باشی یا نداشته باشی، قرار دریافتش بکنی. you're going to get it whether or not you need it, whether you need it or not. میتونه به هم چسبیده باشه، میتونه باشه. چه بخوای چه نخوای. حالا بیا من عوضش بکنم اینو. یه معنی دیگه weather. آیا. دقت بفرمایید. I called Bill to find out whether or not he really went to Afghanistan. زنگ زدم بیل ببینم واقعا رفتی یا نه. whether or not he really went to Afghanistan. گفتم میتونیم or notش رو عوض بکنیم، میذاریم آخر جمله. I called Bill to find out whether he really went to Afghanistan or not. دو تا معنی whether. یک، چه بخوای چه نخوای. دو، آیا فلان کار کردی یا نه. آیا فلان چیز وجود داره یا نه. آیا فلان چیز درسته یا نه. whether or not فلان چیز یا whether فلان چیز or not. اینجا که شبیه ایفه. حالا نکتهش چی؟ دقت بفرمایید، ما توی ایف اجازه داریم not رو نذاریم اگر not معنیشو نخوایم. برو دور شهر بگرد توی بیکریا، ببین رزبری پای میفروشن. بری به معنای تمشک، آلبالو، اینجور چیزا. رزبری به معنای زغالخته. Call the bakeries around town and find out if any of them sell raspberry pies. حالا ایفی که گفتم or not نداره. چرا؟ چون برو ببین، برو بگرد ببین دارن. این یا نه خیلی مثل این یکی نیست که من برگردم بگم ببینم رفته یا نه. برو بگرد ببین دارن. ببین دارن. If any of them sell raspberry pies. نکته دوم راجع به sell هستش، فروختن. چرا من نگفتم sells؟ any مگه نه sells؟ خیلی در انگلیسی any جمعه. مثلا اینجا ATM هست. Are there any ATMs around here؟ و are there نگفتم is there. any معمولا تو انگلیسی جمع. برای همین if any of them sell raspberry pie. حالا من اگر بخوام بگم or not چی؟ یعنی من اینو آیا میتونم مثلا زنگ بزنم ببین واقعا رفته تو افغانستان؟ به ارسال سربازهاشون میگن تور. مثلا طرف میره 2 ماه تو افغانستان بعد برمیگرده آمریکا، میره 6 ماه، میره 1 سال بعد برمیگرده آمریکا، به این میگن تور. ببین واقعا رفته افغانستان به جنگ یا نه. من این یا نه این و میتونم با همین ایفه بگم I call Bill to find out if he really went to Afghanistan or not. اگر یا نه داره من or not رو میتونم بیارم. نکته اگر نیارم غلط. خیلی برای weather قطعا غلطه. weather به تنهایی خیلی معصوم نیست، ولی if به تنهایی مثل مثال بالا چون معصومه or notش رو اگر نیارم خیلی سخت نمیگه. یعنی اگه من برگردم بگم I called Bill to find out if he really went to Afghanistan or not رو نیارم کسی خیلی بهم کار نداره، ولی بیارم درسته. توی weather چی؟ نیارم قطعا غلط. یعنی من نمیتونم بگم I called Bill to find out whether he really went to Afghanistan. میگه or notش خیلی رایج نیست. نه که تو اسپیکینگ نفهمن، خب میفهمم معنیش مشخص، رایج نیست. اما یکی ایفه بدون نات چون رایجه خیلی سخت نمیگه. پس توی این بخش اینجا که میگه ببینیم فلان چیزو دارن یا نه، این یا نه شبیه weather. این که فلان کار کرده یا نه، این یا نه شبیه weather. که اونجا میتونستم بگم whether فلان چیز or not، اینجا میتونم بگم if فلان چیز or not. این آیا فلان کار کرده یا نه شبیه weather.
وگرنه بخشی که میگه چه بخوای چه نخوای whether or not you like it کاملا متفاوته، نمیتونی از if استفاده بکنی. مرسی تا آخر ویدیو همراه من بودی. حتما چنل منو سابسکرایب بکن. هر هفته اینجوری ویدیوهای کاربردی برات میذارم راجع به همه مسائل و ترجیحاً هم راجع به زبان انگلیسی که بتونی هم مکالمات بهتر بکنی هم اگر آزمونی داری بتونه کمکت بکنه.